در مسیری که ما سفر کردیم به یک جای بسیار دیدنی و قابل توجه ما برخوردیم. اینجا کوه هست، اتاقایی که پشت سر من میبینین کوه هست و در این قسمت خاکای کوه را بیرون کشیدن و تبدیل به اتاق کردن که این اتاق ها را در اطراف به نام سوم یاد میکنن که زمانی که هوا گرم باشد چوپان ها زمانی که مواشیشان را در این منطقه به خاطر چراندن میارن و هوا گرم باشه میارن، زمانی که هوا گرم است بعد از چراندن در این اتاق ها که از کوه کندن کاری شده و تبدیل به اتاق های خرد و بزرگ است میارن مواشی خود را اینجا جابجا میکنن تا هوا سرد شود. و همچنان در فصل زمستان زمانی که برف بیشتر است یا مسیر راه یگان جایا دیگه برف است باز اینجا میاین از طرف شب دیگه چوپان ها با مواشیشان در این اتاق ها جابجا میشن و دیگه شب را سپری میکنن یا هم در زمانی که هوا گرم است دیگه تا سرد شدن هوا اینجا جابجا میباشن. اگر زحمت نشه شما پیشتر بیاین داخل اتاق ها را ببینیم. جاهای این قسمت هم مکمل کوه است، از کوه کندن کاری کردن خاکش را بیرون کشیدن که یک اتاق 1.5 متر یک است، ارتفاعش هم حدودا 1 متر یک خورده است. یک اتاقی اینجا جور کردن خاکش را بیرون کشیدن و این طرف هم ببینید یک اتاق 2x2 احتمالا 2x2 این طرف است، یعنی این شکل تاقچه هم جور کردن خاک کوه را بیرون کشیدن جای بیل و با دست و کلنگ دیگه خاک برداری کردن و تبدیل به اتاق کردن اینجا را و یک اتاق بزرگ هم اینجاست. ببینین یک اتاق بزرگ اینجا هست، حدودا 5 متر ارتفاع داره، طولش 5 متر، عرضش حدودا 3 متر و ارتفاعش هم 1.70 اندازه قدمه. دیگه در اینجا مواشی جابجا میشه و در اینجا احتمالاً کا و علف و چیزا میندازن که مواشی دیگه از اونها استفاده بکنه. این تو این قسم جایها در اطراف ها زیاد است، خصوصا به ولسوالی ها، شهرستان ها، روستاها، چوپان ها و دیاقین چنین جایها را جور میکنن به خاطر مواشیشان. سفر ما ادامه داره، حدود نیم ساعت میشه ما در سفر هستیم. 1 ساعت دیگه هم که هوا بسیار گرم است ما با موتورسیکل سفر کردیم تا یک جایی با موتورسیکل راه داره، بعد از او دیگه ما دیگه موتورسیکل را جابجا میکنیم و توسط پای که راهی موتورسیکل نیست دیگه میریم به جایی که ما به شما وعده دادیم، از اونجا مستند میگیریم به شما نشان میدیم. ما فعلا در ولسوالی بردوان قریب پخلسوز موقعیت داریم و جای تاریخی هم مربوطی روستای پخلسوز هست. ممنون.